نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز 19 اکتبر با پخش یک بیانیه قرقیزستان را به اغوا انگیزی و ناآرام کردن وضع در مرز دو کشور متهم کردند. مقامات تاجیک گفتند که بر رغم سازش‌ها برای رعایت کردن آرامی، برعکس کشوری همسایه به ساختن استحکام و آوردن نظامیان بیشتر به مرز مشغول است. همکارم میرزانبی خالقزاد در استودیو با ما قرار دارد و از او میپرسم که مقامات قرقیزستان میرزانبی به این اظهارات چی واکنشی کرده است؟ سلام مؤمن، سلام به بینندگان گرامی. مقامات سرحدی قرقیزستان تا حال به طور رسمی اظهار نظری نکردند، ولی بخش قرقیزی رادیو آزادی برای گرفتن واکنش حکومت قرقیزستان به مقامات این کشور مراجعت کرده است و منتظر پاسخ آنهاست. با دسترس شدن ما به سمع شما بینندگان میرسانیم. اما در گذشته مقامات همسایه کشور برعکس تاجیکستان را برای رعایت نکردن مقررات سازش‌ها درباره راه ندادن به مناقشه در مرز متهم کردند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان که برعکس بیانیه‌های کوتاه پیشین یک اظهارات دراز و با عکس و تصویرها نشر کرده است، میگوید که عملکردهای افراد علاهیده و مقامات قرقیزستان بیانگر نیت شومی است. در بیانیه آمده است عملکردهای شهروندان علاهیده قرقیزستان با هدف ناآرام کردن وضع، آماده کردن کمینگاه‌ها، کندن نقب و استحکام، آوردن تجهیزات اضافی نظامی و نقض پیوسته قلمرو هوایی تاجیکستان دلیل واضح نیت‌های شوم جانب قرقیزستان است. به قول کمیته امنیت ملی تاجیکستان از روز 26 سپتامبر تا روز 15 اکتبر پهپاد و یا درون‌های قرقیزستان 13 مراتب غیر قانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه اسفره و باباجان غفورov وارد شدند که با ولایت بادکند قرقیزستان هم‌مرز هستند. میرزانبی، ساکنان دهات مرزی تاجیکستان در این باره چی میگویند؟ آنها نیز آیا حرکت نظامیان و پرواز درون‌ها را مشاهده کردند؟ بله، هم نماینده‌های جماعت مرزی و هم ساکنان عادی در صحبت امروز با ما گفتند که از این حالت در تشویش هستند. نماینده‌های جماعت‌ها و ساکنان اسفره و باباجان غفورov میگن در قطعه‌های مرزی طرف تاجیکستان وضع آرام است، ولی به نقل آنها پرواز درون‌ها و به موضع‌های مرزی آوردن زره پوش و سلاح‌ها از طرف کشور همسایه آنها را شدیداً نگران کرده است. در بیانیه 24 موردی را آوردند که به گفته کمیته امنیت ملی تاجیکستان نشان می‌دهد که مقامات قرقیزستان سازشنامه‌های پیشین برای جلوگیری از هر گونه مناقشه و تامین امنیت شهروندان دو طرف را رعایت نمی‌کنند. سنگ اندازی به سمت ماشین‌های ساکنان تاجیکستان در مناطق مرزی، بدرفتاری با آنها، آتش زدن خانه و از جمله مجروح کردن یک کودک ذکر شده است. و حکومت تاجیکستان از رهبران نظامی قرقیزستان خواسته است پیش روی هر گونه عملکردهای اغوا برانگیزانه را بگیرند تا به نزاع نکشاند. بله. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد در باره بیانیه تاجیکستان راجع به وضع مرز با قرقیزستان صحبت کرد. میخواهم یادداشت کنم که یک ماه پیشتر در روزهای 14-17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند.